در این برنامه آفساید میخوایم روی پدیده‌ای در نظام فوکوس کنیم که ازش زیاد صحبت میشه، حتما به گوشتون هم خورده، ولی ظاهراً به چشم نمیاد. پدیده ریزش. ابتدا میخوایم ببینیم که اصلا این پدیده واقعی شایع است چیه؟ بالاخره شما توی نظامتون ریزش دارید یا نه؟ بدیهی است ما هم ریزش داریم هم رویش داریم. بارها بنده گفتم این رو. بارها گفتی که گفتی، واسه خودت گفتی. الان این سوال مطرحه، باید دوباره بگی. ریزشی یعنی کی؟ چه کسانی ریزش میکنن؟ چرا ریزش میکنن؟ کسانی هستن که یک روز انقلابی بودن، بعد فردا به خاطر یه عارضه‌ای، حالا یا به حق یا به ناحق، از انقلاب رو برمیگردونن. بعضیا هستن یه کار خلاف توقعشون انجام میگیره، فرض کنید یک ظلمی بهشون در یک جایی میشود، حق با اوناست، اما این موجب میشود که از انقلاب رو برگردونن. این کار ناحقه، از انقلاب رو برمیگردونن. بعضیا هم به خاطر مسائل شخصی، مسائل خانوادگی، مسائل گوناگون از انقلاب رو، این میشه ریزش. اینا ریزش های انقلابه. خیلی مبهم صحبت میکنی. چرا علت ریزش رو میپیچونی؟ همینجوری طرف تو خونه بازنش دعوا شد، از نظام ریزش کرد ها؟ خود چی رو میخوای بپوشونی؟ اوضاع خرابتر از این حرف هاست. خب واقعا چی شده تو این 40 سال؟ چه کردیم؟ چه دستاوردی داریم؟ خداییش ما پیشرفت کردیم به لحاظ اعتقادات دینی. یعنی امروز روز صادقانه، رو در رو، امروز روز اعتقادات مردم به دین اسلام بیشتر شده. واقعا اینجوریه. ما بد کردیم. ما سوء استفاده های وحشتناکی از دین خدا کردیم. ببین آش چقدر شور شده که بعد از نزدیک 40 سال خودشون دارن به زبون میارن که توی این مدت چه غلط‌هایی کردن که دیگه هیچ آثاری از اعتقاد باقی نمونده. نسل جدیدشون که دیگه اصلا مال این صحبت‌ها نیست. چون دارم میبینم که بچه رو که بزرگ کردن تا پیروز نماز میخون، رفت دانشگاه آزاد از اسلامی، هم حجابش تلنگش رفت رو هوا و این هم تقیداتش شل شد. میگی آقا جان این صحبتایی که میکنی عمو جان از کجا در آوردی؟ این چیه؟ اینها میگم مقلد کی هستی؟ میگه تقلید چیه عمو جان؟ تقلید کار میمونه. اینا رو کی یاد گرفتی؟ اون تو دانشگاه. اما مشکل فقط تو دانشگاه ها نیست که دیگه نمیتونن کسی رو تربیت کنن که به این نظام اعتقاد داشته باشه. خود مقامات حکومتی ماشاءالله چنان عملکرد ولایی از خودشون نشون دادن که عالم و آدم رو از نظام بیزار کردن. بسیاری از مسئولان حکومت، همین حکومت جمهوری اسلامی، امروز روز با آویزون شدن و مطرح کردن حکومت امیرالمومنین و حکومت نبی حبیب اله العالمین نبی اکرم، با آویزون شدن به اون، با قایم شدن پشت اون، ابتدایی ترین حقوق مردم رو زیر پا میذارن. بنده حرفم اینه بیایم این سلاح رو، این پوشش مکاری و حقه‌بازی رو بگیریم. بگیم آقا شما وکیل مجلسین، شما لطفاً راندخاری نکنید. نمیخواد سخنرانی راجع به اسلام و اطاعت رسول خدا نمیخواد بکنید این کار. حرف اینه که ما باید این بساط رو جمع کنیم. بعد مسیری داریم میریم، بعد مسیری رفته ایم و الان یه مقداری به تهای دیگ رسیدیم. دکتر یامین‌پور عزیز، به تهای دیگ رسیدیم. بله رسیدیم به ته دیگ نظام. اما برخلاف انتظار معمول از ته‌دیگ، به خصوص ته‌دیگ ماکارونی که همیشه یک سیب زمینی روغنی برشته است، ته دیگ نظام آخوندی یعنی دیگه چیزی توی آستین ندارن که رو کنن. به زبان دیگه اینجا بحث تموم شدن تمام سرمایه‌های نظامه. به خاطر همین برای مجری برنامه‌شون هم سوال میشه که با این روندی که داریم میریم نظام از پا در نمیاد؟ میخواستم بپرسم چه چیزی انقلاب رو از پا در میاره و در واقع اون رو
در سراشیبی میندازه. در میان بیانات بنیانگذار انقلاب اسلامی امام راحل دیدم که ایشون خیال همه رو راحت کرده بودن که این انقلاب به واسطه دشمنان خارجی از پا در نمیاد. اگر بناست انقلاب از پا در بیاد، خودمون اون رو از پا در میاریم، خودمون اون رو از ریشه میکنیم. و اگر این اتفاق بیفته، اسلام آنچنان سیلی خواهد خورد که دیگه سر بلند نخواهد کرد. تأکیدشون روی زی حاکمان و مسئولان است و سلوک اینها، که اینها اگر فاسد بشن کار تمامه. یعنی اگر طبق فرمایشات امام خودشون هم بخوایم ارزیابی کنیم، میگه اگر مسئولان حکومتی فاسد بشن دیگه کار تمومه. مسئولان حکومتی هم ماشاءالله همه یه حقوق بخور و نمیری میگیرن، 7 رقمی توی آپارتمان اجاره‌ای هم یک زندگی حقیرانه‌ای رو میگذرونن. برخی از رجال بلندپایه مملکت هیچ ابایی ندارن که برن در قصرها زندگی کنن، در کاخها زندگی کنن. معطل نکردن، درب کاخها باز شد. خب اون وقت بعد چی انتظار داریم؟ خب مگه آدما نمیبینن اینا رو؟ مردم نمیبینن اینها رو؟ چرا؟ اتفاقا اینا رو میبینن. بعد هم معلومه وزیری که خودش توی کاخ زندگی میکنه حتما آقازادش هم میفرسته فرنگ دیگه. خب اون وقت دیگه کی رو میتونی پیدا کنی توی نظام که بخوای بفرستی بره سوریه مدافع بشار اسد بشه؟ وزیر منحرف و غربلیس و نفوذی این حرفو میزدی. چون ما درها رو باز میکنیم، شما نمیخواید به بچت آموزش بدید، همونجوری که ما به بچه هامون آموزش دادیم. ما بچه هامون الان اینا مدافع حرمن، یکی تو کانادا داره میچره، یکی تو انگلیس داره مدرک میگیره، یکی تو فلان قبرستون درس. بله، ماجرای آقازاده ها فقط یکی از ترکش های این وضعیت فساد حکومتیه که دیگه الان اصلا قابل جمع کردن نیست. الان فقط دارن مینالن که چرا این واژه آقازاده اینقدر منفور شده. بعد از انقلاب خب به سبب قداستی که بازم مسئولین داشتن که عموما هم روحانی بودن، حالا تو اون مقطع مردم به اینها مثلا میگفتن آقا و فرزندانشون آقازاده شدن. به دلیل خبط و خطاهایی که دیگه تکراری شد و فراوان شد، این واژه بار منفی پیدا کرده. افرادی که به خاطر قدرت و جایگاه پدر و اطرافیانشان در واقع تونستن سوء استفاده اقتصادی بکنن، سوء استفاده سیاسی بکنن و اون چی که دارن مدیون سوء استفاده از جایگاه پدر یا عمو یا اطرافیانشونه. از قرار معلوم پدیده رانتخاری و آقازاده ها جز مواردیه که کاملا فراجناحیه. یعنی تو این زمینه هر دو جناح تا دلتون بخواد دستشون پره. این وسط یه نکته میخوام بگم. من میخوام بگم ما وارد بحث‌های جناحی و خطی نمیشیم که متاسفانه یا خوشبختانه چی بگم، جناح‌ها همه تو این قضیه آلودن. بله همین حالا خواستم. یکی از نمونه‌های این آقازاده ها که خیلی هم اخیراً مشهور شده، حمیدرضا عارف، پسر همون عارفیه که قبلا در دوران خاتمی معاون رئیس جمهور بود و سال 92 هم کاندید ریاست جمهوری شد. حالا علت مشهور شدنش چی بوده؟ ژن خوب. قضیه از این قراره که این چون توی خیلی از قراردادهای اقتصادی دست داره و خلاصه شهرت و ثروتی هم به هم زده بود، اومد یه مصاحبه بکنه که ثابت کنه که شغل و مقامش رو به خاطر باباش به دست نیاورده، همش کار خودش بوده. ولی این وسط یه جایی سوتی داد که چون مامان و باباش ژن خوبی داشتن، این استعداد به اینم ارث رسیده. بالاخره این خونه میاد میرسه. شما همینجوری که بالاخره یه نفر نمیتونه ادعا بکنه من اصل و نسب دارم. ما افتخار میکنم به این که بالاخره این توانایی ها از یه ژن خوب، از یه خونه خوب، از 2 تا خونه خوب، از هم از طرف مادر از طرف پدر اومده. حالا جالب اینه که خودش هم یه قدم بعد در میون همه تعریفایی که از خودش میکنه، یه دفعه یادش میفته که این که کسی در سن 24 سالگی بتونه با یک شرکت خارجی قرارداد ببنده یک کم عجیب و نادره. و میگه اصلا فرض کنید با رانت بابام بوده، ولی بالاخره برای مردم کار کردم. بالاخره تو سن 24 سالگی حتی اصلا فرض کنید من با رانت پدرم این کارو کرده باشم، بالاخره یه کاری کردم برای منافع مملکت بوده.
اما مشکل اینه که برای مردمی که خودشون دارن روز و شب با گرانی و بیکاری دست و پنجه نرم میکنند، این حرفا دیگه خریداری نداره. چون همه میدونن قبل از منافع مملکت جیب خودتو داری پر میکنی. وگرنه چرا این فرصت‌های شغلی فقط در خونه آقازاده های مهرهای نظام رو میزنه؟ متخلف آقازاده حتی اگر باباش دخالت نداشته باشه آبروی یه حکومت دینی رو میبره، ایمان مردم رو ضعیف میکنه. به مردم میگه آقا تو خیابون چرا ما روزخواری میکنه؟ میگه بابا همش دروغه. نگاه کنی مثلا فرض کنیم مسئولین همه بچه‌هاشون تخلصن، اگه قیامت راسته اول اونا رو میندازن تو جهنم، بعد منی که روزخواری میکنم. به دختره میگم خانم اونجا جمهوری اسلامی روسری سرت کن دیگه، این زشته روسری سرت نباشه. میگه برو اول مثلا جلوی دزدی و راندخواری بچهای مسئولین رو بگیر. تو بی‌حجابی این دختر، تو روزخواری این آبر، تو بی ایمان کردن اینا، سهم جدیش مال اون مسئولین نیست که اینگونه ایمان مردم رو هدف قرار گرفتن. بله، قضیه اینه که فساد حکومتی و باندبازی و فامیل بازی چنان در همه ارکان نظام پیچیده و مواردش هم اینقدر زیاده که همشون از دزدی‌های همدیگه خبر دارن. به خاطر همین هر وقت یکی از این بازی بیرون میفته یا سهمش داده نمیشه، بلافاصله میره تو خط ریزش و بگم رو شروع میکنه. حتی در میان طلاب هم در همین جلسه اخیر که خامنه‌ای با تعدادی از طلاب دیدار داشت، بالاخره یه چند تایی بودن که اون وسط یک ساز دیگه‌ای میزدند. البته وقتی شیر ریزش باز بشه، نمونه‌های درشتر از این هم از نظام بیرون میزنه که حرف‌های جدی‌تری رو میکنن. مسلمون به ریش و عمامه و عباب و نماز و تسبیح و انگشتر نیست آقا. مسلمونی به رفتاره، وگرنه ما جنس آشغال تولید کنیم. ایران خودرو قرآن میذاره تو داشبورد، خجالت داره. اون خیانت به اون قرآن که میذاره تو داشبورد ماش. تو کارتو قرآنی انجام بده، نه عدادرا. بعد یه دفعه تو روزنامه میزنه فلان کسک انقدر 1000 میلیارد مثلا برد. با چه سندی بهش وام میدی که پولو میبره؟ خب هی میگن اختلاس شد، خب پولو برگشت. بعدم هی 1000 میلیارد کی بهم داره میره. خب ما کردیم این کارا رو. بانک الان شده یه امامزاده. منتها امامزاده که کور میکنه، شفا نمیده. 50 میلیون وام مسکن میدن، 110 میلیون پس میگیرن. این که اسمش نزول نیست ان شاءالله. منم میگم نیست، این پدرجد نزوله. با توجه به روند ریزشی که در درون نظام شروع شده، حتما در آینده از این دست حرفا بیشتر خواهیم شنید و شاید خیلی از پرونده های بسته هم باز بشه. هنوز جمهوری اسلامی در قضیه زهرا کاظمی که قرائن نشون میده قتل عمد بوده، این از من بشنوید، توسط کی هم معلومه. اون آقایی که این هزینه رو به جمهوری اسلامی تحمیل کرد، هنوزه ما رابطمون با کانادا درست نشده. در واقع آقای سعید مرتضی حکم داد، بازداشت شد. گفت بگو منو گول زدن. گفتم که توهین به خودمه، من اینقدر مثلا ابله بودم که منو گول بزنم. گفت اینو بنویسم مشکل تو حل کن. ولی یه جوری نمیدونم، شاید فکر کردم که خدمت به جمهوری اسلامیه که من بیام اعتراف کنم که مثلا از خارج یه عده‌ای منو مثلا خط میدادن، مثلا دستای دیوانه افشا بشه. اولین محصول این شرایط و دعواهای باندی در رأس نظام، گیجی و کلافگی در بدنه نظام خواهد بود. به خصوص این که انقلاب در شرایط خاصی وجود داره قرار گرفته و اگر که ما نسبت به موقعیت و اماکنی که باید حضور داشته باشیم تو اون سنگرها و اون سنگرها چه در خارج چه در داخل موقعیت خودمون رو تشخیص ندیم، میشه سرباز گیج و کلافه‌ای که جهت رو تشخیص نمیده توی جبهه. این قطعا یا اسیر میشه یا کشته میشه. بله، هرچند که جریان ریزش در بدنه سپاه و بسیج شاید هنوز برای ما پنهان باشه، ولی قطعاً با توجه به چشمانداز شکست هایی که در آینده در انتظار کشتی نظام نشسته، میشه پیش بینی کرد که این ریزش شتاب بیشتری میگیره و در پوک شدن بازوی سرکوب خامنه‌ای بی تأثیر نخواهد بود، چیزی که قطعاً در تحولات بعدی بیشتر نمایان میشه. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.